به نام الله بخشاینده و مهربان. امروز اینترنت یک واسطه شده است که به همه دسترس و به گفتن من نیز شما می دانید که کسی خواهد و کسی را خواهد، چیزی خواهد و چیزی را می خواهد، بر مقابلش می گوید یا الله از خطاگی ما را نگه دار. یعنی غیبت، دشنام، بیهودگویی و بدنام کنی هم. دین مبین اسلام پاک از این چیزها ما نباید فراموش کنیم. امام نبوی می گوید بدان گمان بد درباره آدمان همچنان حرام است که مثل دشنام و یا سخنهای بد. از این رو گمان درباره کمبودی آدم و گمانی بد کردن درباره‌اش همچنان من یا حرام شده است، چون غیبت کردن کسی را به کسی دیگر. الله تعالی فرموده است ای کسانی که ایمان آورده اید، مباد که گروه از مردان گروه دیگر را مسخره کند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند، و مباد که گروه از زنان گروه دیگر را مسخره کند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند. و از هم عیب جویی مکنید و یکدیگر را با لقب‌های زشت مخوانید. بد است عنوان فسق یا بدی پس از ایمان آوردن، و کسانی که توبه نمی کنند خود ستمکارانند. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید. هر آینه بعضی از گمانها در حد گناه است و در کارهای پنهانی یکدیگر جاسوسی مکنید و از یکدیگر غیبت مکنید. آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهید داشت. و از الله بترسید. هر آینه الله توبه پذیر و مهربان است. سوره حجرات یا حجره ها آیت 11 و 12. ببینید گویا 1400 سال پیش الله تعالی این سخنها را مخصوص برای امروز ما فرستاده باشد. ابو هریره رضی الله عنه از گفته های رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل می کند از گمان بد درباره آدم خودداری نماید، چون که گمان بد بدترین دروغ است. پرسجوی یا به معنی دیگر کفت و کاب نکنید، جاسوسی نکنید، به همدیگر حسد نبرید، به همدیگر پشتتان را نگردانید، از بدبینی همدیگر دست کشید و با هم برادر باشید ای بنده های الله. حدیث صحیح بخاری تحت رقم 60-64.